درود، اینجا چنل فیزیو پالسو. امروز اومدم یکی از پرتکرار ترین سوالایی که ازم پرسیده میشه چه تو اینستا چه دوستان میپرسن و جواب بدم. اینکه آیا واقعا میشه اقامت پس از تحصیل رو گرفت، اقامت جویه کار رو یا نه؟ خب قطعا خیلی ذهنمون رو درگیر میکنه این سوال که آقا ما اینجا چند سال درس خوندیم، حالا چیکار کنیم بعدش فارغ التحصیل که قراره بشیم، مثلا میتونیم اقامتمون رو جور دیگه ای تمدید کنیم. قطعا همه کشورها این قضیه رو دارن که میتونین حالا مثلا 1 یا 2 سال اقامت رو تمدید کنید برای پیدا کردن کار. ولی خب مثلا تو ترکیه مثلا این شایعه شده بود امسال که آقا مثلا بعد از تحصیلمون بلافاصله کیملیکمون ابطال میشه، وقتی که برگه مزونیتمون بیاد و تاییدش بیاد دیگه 20 روز بیشتر وقت نداریم بریم تغییر بدیم اقامتمونو. دیگه یه سری میگفتن آره 6 ماه بیشتر بهمون نمیدن، بعدش باید حتما تمدید بشه و تبدیل بشه به اقامت کاری و اینجور چیزا که حالا من بر اساس تجربیات خودم و تجربیات خیلی از دوستای دیگم اومدم که براتون توضیح بدم مثلا مراحلش چجوریه چجوری نیستش و این استرس رو توتون از بین ببرم. من خودم اقامتم اومدش این هفته و دیگه به خاطر همین گفتم خب یه فکر خوب بیام اینو توضیح بدم در موردش برای بقیه که بتونن راحت استرس نداشته باشن در کل. یکی از اولین سوالا اینه که آیا واقعا 20 روز بعد از فارغ التحصیلیمون یعنی اقامتمون ابطال میشه یا نه؟ نه، یعنی باطل نمیشه اقامتمون. من خودم 2 ماه بعد از فارغ التحصیلیم اقامت داشتم، اقامتم باطل نشد. یه سری از دوستای دیگه هم حتی تا اسفند و بهمن و اینا اقامت دارن و هنوز خدا رو شکر باطل نشده. این یکی از سوال. دومی سوال که آیا مثلا 6 ماهه میدن این اقامت رو یا نه 1 ساله هم امکانش هست؟ ببینید من میدونم که 1 ساله امکانش هست. فعلا هم میگن که اینو 1 بار میدن، یعنی شما نمیتونید هی برین اینو تمدید کنید. اگه مثلا امسال شما اقدام کردین اقامت جویه کار رو بگیرید دیگه نمیتونید سال بعدم اینو همینجوری برید اقدام کنید دیگه، حالا باید تبدیلش کنید به چالش مریضی یا دوباره دانشجویی. کلا بعد فارغ التحصیل شدن 2 تا راه داریم. یکی گرفتن اقامت دانشجویی دوباره برای مثلا مستر و اینجور چیزا که خب باید بالاخره یه هزینه‌ای دوباره بپردازین. حالا یه سری اصلا شاید دیگه حوصله این که بیان اقامت تحصیلی بگیرن درس بخونن ندارن، اصلا دلشون میخواد برن کار کنن و خب یه درآمدی داشته باشن. میتونید اون اقامت جویای کار رو بگیرید. و این اقامت جویای کار اصلا چجوریه؟ ببینین شما وارد سایت گچ که میشید، حالا اینجا براتون میذارمش، و اون قسمت تمدید رو که میبینید شما دانشجویی بودین، حالا از دانشجویی میخواین برین چی؟ داخل اقامت شورت تایم، اقامت کوتاه مدت. پس این چی میشه؟ به ترکیش میشه گچیش یا حالا ترانسفر. در واقع تو سایت اقامت که میرین پس شما باید اگه میخواین برای اقامت اون اقامت 1 ساله و اون اقامت کوتاه مدت پس از تحصیل و جویای کار اقدام کنید، میایین میرین چیکار میکنید؟ اقامت گچیش رو کوتاه مدت رو انتخاب میکنید که میگن بین 6 تا 1 سال میدن، ولی شما 1 سال رو بزنید حتما بهتون 1 ساله رو میدن. قبل از اون چک کنید که پاسپورتتون حتما تایم داشته باشه، چون ممکنه اگه پاسپورتتون تایم نداشته باشه بهتون 6 ماه بدن، ولی اگه پاسپورتتون تایم داشته باشه دیگه تمام مدارکتون تکمیل باشه هیچ مشکل نداره و بیمتون هم 1 ساله باشه حتما بهتون میدن این اقامتون. واسه ما که اومد و مطمئنیم از این قضیه بر دوستای دیگم و اینا اومده. پس نگران این مسئله نباشید، یعنی حتما شما میتونید اقامتتون رو تا 1 سال بعد تمدید کنید اگه امسال فارغ التحصیل میشید. و اینکه حالا چه چیزایی میخواد، همه چیش همونه، برگه نوتر میخواد. حالا باز من تو دیسکریپشن براتون میذارمش.
میتونید چک کنید و حتی اگه یه موقع مثلا قانونای جدیدی اومد دوباره چک کردم میتونم مثلا اونو ادیت کنم دوباره براتون اضافه کنم. پس حتما دیسکریپشن رو هم بخونید. و اینکه دیگه می‌خواستم بهتون بگم کجا بودیم. گفتیم که نوتر رو باید حتما داشته باشیم یا نفوس رو. خیلی امسال گیر بودن که حتما خب قبلا شما اینجا نوتر کرده بودین بعد نفوستون رو میگرفتین دانشجو هم بودین و اینا، ولی مشکلی نداره. یعنی شما میتونید همون برگه سوزلشمتون رو نوتر شده بیارید و بفرستین به همراه همون قبض برق و آب و اینا. دیگه هم 5 تا عکس بیومتریک رو لازم داره، حتما باید بذارید. یکی از قانونای جدید امسال چی بود؟ UETS. این UETS ممکنه یه سری اصلا ندونن. خب کسی که پارسال اقامت گرفتن، یعنی دیر کی بگم اقامتشون مثلا پارسال اسفند بهمن اینا تمدید کردن یا مثلا قبل اپریل بوده، قطعا اینو نمیدونن که UETS چیه و اصلا توضیحاتش هم خیلی نبودش توی خود سایت. موقعی که مثلا رفتم خیلی کشیه، یعنی نبود این توضیح UETS. موقعی که رفتم مدارکمو تحویل بدم یهو دیدم که بله UETS باید بگیریم. و UETS چیه؟ اصلا خیلی چیز سختی نیستش اگر اینکه میخواین اقامتتون رو تمدید کنید. اونایی که حالا اولین باره که میخوان حالا اقامت بگیرن که اصلا نیازی ندارن، ولی اولین باری که دارم میگم کلن به صورت دانشجویی یا حالا به صورت هر مدل دیگه توریستی اینا هر مدلی میخوام بگم اولین باره هیچ مشکلی نداره. ولی کسایی که دارن تمدید میکنن یا حالا از دانشجویی به اقامت کوتاه مدت کاری ترچی دارن تبدیل میکنن باید UETS رو داشته باشن. و UETS چیه؟ میتونید از اگه خودتون ایدولت رو اپلیکیشنش رو داشته باشید، اگه اون ایکینجی گیریشش فعال باشه و تطبیق کیملیکتون با شماره تلفنتون رو داشته باشید، خیلی راحت میتونید با گوشی تلفنتون برین و UETSتون رو برگشت رو بگیرید و ببرید پرینت بگیرین دیگه. یعنی و خب اینو براتون باز چیز میکنم، توضیحاتش رو میذارم یا سایتی که در موردش حالا توضیح داده رو براتون تو دیسکریپشن باز میذارم، حتما نگران نباشید. و اینکه چند بار یه چیزی رو اگر اینکه اقامتتون مثل بنده تایمش گذشته بود، یعنی موقعی که راندوو زدین بعد روزی که خواستین برین تحویل بدین دیگه اقامتتون مثلا ممکنه راندووتون افتاده باشه 1 ماه بعد و اقامتتون تموم شده باشه، مثل من میتونید چیکار کنید؟ خیلی زیبا با کیملیکتون، کپی پاسپورتتون و همون کپی کیملیکتون میرید کجا؟ PTT مرکزی. بچه‌ها دقت کنید، مرکزی. چندین بار میگم مرکزی. PTT های دیگه انجام نمیدن و اصلا اینجوریان که خب که چی ما انجامش نمیدیم. حتی یه سری از PTT های مرکزی هم باز شما رو اذیت میکنن و انجام نمیدن. اینجا کجاست؟ ترکیه است یا هر کشور دیگه هم ممکنه اینجوری باشه، ولی انجام نمیدن. یه سری خودم بهم ثابت کرد. مثلا من جایی که باید میرفتم واسه اقامتم رو تمدید کنم فاتح بودش. خب بعد نزدیک فاتح چند تا بود، یه دونه اول رفتم PTT معمولی، اونجا قبول نکرد اصلا، گفت ما اینجا انجام نمیدیم، برید PTT مرکزی. رفتم PTT مرکزی فیندیک ساده، اونجا هم من رو مطل کرد الکی و به دروغ بهم گفتش که سیستم مشکل داره. من وایسادم سیستمشون هم مثلا درست شد، گفت نه نمیتونیم و شما کیملیکت تایمش تموم شده، اصلا همچین چیزی نیست. رفتم گوچه دارسی دوباره گفتم که آقا اینجوریه اونجوریه، گفتش بابا میدن شما برو. من رفتم آکسارا، یعنی بهترینش اونجایی چون خیلی یابانجیا و خارجی ها مثلا میرن اونجا. خیلی تا وارد شدم از در و گفتم من UETS میخوام، گفت اشکالی نداره بیا این فرمو پر کن، کپی پاسپورتتو کپی کیملیکت رو بده و واقعا هم 2 دقیقه بیشتر طول نکشید و کارم انجام دادم. پس اگه شما هم میخواین UETS رو برگتون رو برید بگیرید مستقیم، میتونید برید. به نظرم آکسارایی
PTT مرکزیش از همه جا بهتر و سریعتر کارتون رو میندازه. یه چیز دیگه، کسایی که در واقع کارت و حساب بانکی ندارن، مثل این که میتونن حتی یابانجی‌ها برن PTT و اونجا حساب بانکی باز کنن. آکسارا این کار رو انجام میدادش برای خارجی‌ها، اینم بگم بهتون. و بقیه چیزا به روال قدیم انجام میشه، در تمام اون چیزایی که میخوام. و کسایی که فارغ التحصیل شدن، برگه مزونیتشون رو هم باید پرینت بگیرن و توی اون پروندهشون بذارن و بدن. پس توی اون قسمت که میخوایم برای راندووتون اقدام کنید، حتما اقامت کوتاه مدت رو انتخاب کنید. 12 ماه هم بزنید، 6 ماه رو نهید اشتباه کنید بزنید و اینکه میدن بهتون، پس نگران نباشید. و بعدش هم باید برای کار اگه میخواین اینجا بمونید، حالا میتونید که برای چالش مزینی اقدام کنید. حالا در مورد اونم دوست دارم یه لایوی بذارم با بچه‌هایی که چالش مزینی گرفتن. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید و به دردتون بخوره. دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه که من بتونم براتون ویدیوهای بهتری بسازم. بدرود.